اگه تو دهه 50 زندگی می‌کردی، انتخاب بین گوگوش، هایده یا مهستی راحت‌تر بود یا سخت‌تر؟ جنگ ستارگان فقط تو هالیوود نبود. ما تو ایران هم یه جنگ پر سر و صدا داشتیم بین سه تا از قوی‌ترین و محبوب‌ترین صدای تاریخ موسیقی ایران. اگه دوست داری بدون پشت لبخندهای صحنه چه رقابت‌هایی بود، تا آخر این ویدیو با هم باش و حتی کانال رو سابسکرایب کن. همه چیز از اواخر دهه 40 شروع شد، وقتی موسیقی پاپ و سنتی داشت با هم قاطی میشد و یه نسل تازه از خواننده ها به دنیا آمده بودن. گوگوش دختر موفرفری معجزه‌گر از بچگی رو صحنه بود، ولی اون سالا تازه داشت تبدیل میشد به نماد یه نسل. همزمان توی خونه هنری صدای یه زن قوی و پرشور تو فضا میپیچید. هایده، یه صدای بی‌نظیر با پشتوانه سنتی و آواز کلاسیک، و خواهرش مهستی که تو ظاهر یه دختر ساده‌تر و مظلوم‌تر بود، ولی صدای لطیف و عاشقونش دل مردم رو میبرد. اگه اون سالا تو صف نوارفروشی‌های لاله‌زار وای میستادی، احتمال زیاد یه جایی وسط دعوای طرفداران گوگوش و هایده گیر میکردی. یکی میگفت فقط گوگوش ملکه استیج، اون یکی میگفت هایده صداشو بفرسته گوگوش جمع کنه بره. و وسط این دعوا یه صدای آروم ولی کاردرست هم بود، مهستی. اگه بخوای دقیق نگاه کنی، گوگوش و هایده اصلا از دو دنیای متفاوت اومده بودن. گوگوش تو دل سینما و موسیقی پاپ بزرگ شد. لباسش، رقصش، حتی مدل آرایشاش یه انقلاب بود برای جوانای اون زمان. صدای گوگوش مثل یه نسیم شاد از کنار دل آدم رد می شد. هم عاشقونه بود، هم امروزی. اون یه پکیج کامل بود، خواننده، بازیگر، آیکون مد. هایده اما از دل موسیقی سنتی می اومد. تو خونه‌شون ساز بود، شعر بود، ردیف و دستگاه بود. وقتی میخوند آدمو با خودش میبرد به یه جای دیگه. صدایی که وزن داشت، قدرت داشت، عمق داشت، یه جوری که انگار داری با یه قاضی عشقی روبرو میشی که داره حکمتو میده. و مهستی، اونم مثل هایده ریشه تو موسیقی اصیل داشت، ولی لحن و اجراش ملایم‌تر و عاشقونه‌تر بود. اگه هایده صدای فریاد یه زن عاشق بود، مهستی نجواهای آروم تو دلش بود. پشت پرده این رقابت چی بود؟ تهیه کننده ها و مجلات دنبال ایجاد دو قطبی بودن. یه برنامه با گوش میذاشتن، 2 هفته بعدش همونو با هایده میساختن. یه مجله نوشته بود گوگوش ستاره صحنه است، هایده ملکه قلب ها، مهستی فرشته صدای مردم. ولی تو واقعیت اون رقابت کم کم داشت شخصی میشد. حسادت، فاصله، مقایسه، و این تازه شروع دعوای پشت پرده بود. یه روزنامه نگار دهه 50 یه بار گفت هر بار اسم گوگوش یا هایده رو تیتر میزنیم، تیتراژمون 2 برابر میشه. آره عزیز دلم، اون سالها اسم این ستاره ها فقط یه اسم نبود، یه بمب خطری بود. طرفدار خودشونو میکشتن برای دفاع از خواننده محبوبشون، و رسانه ها با یه ذره نمک آتیش دعوای بینشون رو تندتر میکردن. مجله ها، رادیوها، تلویزیون ملی، همه دنبال یه چیز بودن، رقابت رو زنده نگه دارن. مثلا یه مجله معروف اون دوران تیتر زده بود گوگوش دختر طلایی پاپ دوباره دل مخاطبا رو برد. 2 هفته بعد همون مجله زده بود صدای بی‌رقیب هایده همه رو ساکت کرد. همه چی داشت شبیه 2 قطبی سیاسی میشد. طرفدارای گوگوش شاد امروزی دنبال مد و رقص و عشق بودن، طرفدارای هایده عمیق سنتی دلخسته و عاشق پیشه، و اون وسط طرفدارای مهستی یه جورایی صلح طلب بودن. میگفتن بابا ما صدای مهستی رو گوش میدیم چون هم دل تو آروم میکنه هم اشک تو در میاره. پشت صحنه برنامه هم جالب بود. یه بار که قرار بود گوگوش تو برنامه تلویزیونی معروف اون زمان اجرا کنه، شایع شده بود که هایده برنامه‌شو عقب انداخته چون نمیخواسته پشت سر گوگوش برنامه اجرا کنه. یه منبع ناشناس گفته بود رقابتشون اونقدر حساس شده که حتی نوبت اجرا هم براشون مهم بود. وقتی طرفدارای 2 طرف تو خیابون یا تو صف نوار فروشی به هم میرسیدن، گوگوش که فقط میرقصه صدا نداره، هایده فقط جیغ میزنه بابا اصلا حس نداره، و بعد بحث بالا میگرفت، گاهی حتی فحش و دعوا. مهستی چی؟ اون وسط همیشه یه جوری عقب‌تر بود، ولی با یه دیسیپلین حرفه‌ای همیشه کاری میکرد که صداش تو دل مردم بمونه. مهستی شبیه کسی بود که از رقابت فرار نمیکرد، ولی خودش رو هم وارد حاشیه نمیکرد. یه شب معروف تو یکی از کنسرت‌های بزرگ هر 3 تا بودن، گوگوش، هایده، مهستی. مشتری‌ها همشون لباسای شق و رق پوشیده بودن، عطرای گرون زده بودن، آماده بودن برای یه شب پرستاره. قرعه افتاده بود به مهستی که اول بخونه، بعد هایده، آخرش هم گوگوش. اما درست قبل از شروع برنامه شایعه پیچید که گوگوش ناراحته چون نمیخواد بعد از هایده بخونه.
یه نفر از بچه‌های بک استیج گفته بود گوگوش گفته صدای هایده خیلی سنگینه، مردم بعدش دیگه حال و حوصله پاپ ندارن. همون شب مسئول برنامه مجبور شد ترتیب اجرا رو عوض کنه. هایده عصبانی بود ولی چیزی نگفت، فقط با یه نگاه سرد و سکوت سنگین از کنار گوگوش رد شد. یه شب دیگه، یه ماجرای دیگه. توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی وقتی گوگوش خون، تهیه کننده گفت برنامه تمومه، وقت نداریم برای هایده. ولی همون شب تماسا ریخت رو سر تلویزیون. چرا هایده نخون؟ چرا فقط گوگوش بود؟ هایده تو مسابقه بعدیش گفت برنامه رو نبرید، ما همیشه هستیم، حتی اگه صدای ما رو نذارن پخشه. مردم فهمیدن یه چیزی اون پشت درست نیست. از اون به بعد هر اجرا یا برنامه‌ای که این سه تا کنار هم بودن یه جور کشمکش پنهانی بود. و مهستی، اون همیشه میدونست جای خودش کجاست. یه بار گفته بود من همیشه وسط دو آتیشم ولی سعی میکنم نسوزم، فقط بخونم و برم. هایده، صدایی که میلرزون ولی خودش تا آخر عمر تو دل غربت لرزید. سال 1357 همزمان با اوج انقلاب هایده از ایران رفت. اول به انگلیس و بعد آمریکا، ولی مهاجرت پایان اوج کاریش بود. تو مصاحبه‌ای تو لس آنجلس گفته بود صدای من تو ایران بزرگ شد ولی من دیگه اونجا نیستم و اینجا هم منو نمیشناسن. هایده تا سالها با افسردگی و مشکلات قلبی دست و پنجه نرم کرد و بالاخره سال 1368 تنها تو آمریکا درگذشت، نه با تشویق مردم که با سکوتی سنگین. مهستی هم مثل خواهرش مهاجرت کرد، اما اون از همه بیشتر سکوت کرد. سالها تو آپارتمان کوچکی در لس آنجلس زندگی میکرد، اجرا میرفت ولی قلبش ایران بود. سالهای آخر زندگیش با سرطان جنگید و با صبر و سکوت رفت. آخرین گفتگو تو شبکه فارسی زبان پر از بغض بود. گفت دوست داشتم یه بار دیگه تو سالن وحدت بخونم، فقط یک بار، اما هیچ وقت نشد. گوگوش برعکس خواهران یگانه موند. تا مدت‌ها بعد انقلاب هنوز تو ایران بود ولی بهای سنگینی داد. از سال 1357 تا 1379 بیشتر از 20 سال سکوت کرد، بدون صحنه، بدون آهنگ، بدون صدایی که میلیون‌ها آدم باهاش خاطره داشتن. گوگوش بعداً گفت اون سالها یه جور مرگ تدریجی بود. وقتی تو صدات رو داری ولی اجازه نداری بخونی یعنی مردی. هر سه ستاره یه جور خاموش شدن، یکی با مرگ، یکی با بیماری، یکی با سانسور، ولی صداشون هنوز تو دل مردم زنده است. اگه صدای یکی از این سه زن رو بیشتر از همه دوست داشتی، تو کامنت ها بنویس کدوم آهنگش همیشه باهات مونده.